سلام همگی، انشالله هر جا هستین خوشحال و سلامت باشین. من محمد کیان ایکس او هستم. آقا یه گیم پلی از بتل رویال داریم. خب بازی استارت شد. برای اینکه وقت تلف نره من سریع استارت کردم و ویدیو رو گذاشتم. احتمالا این ویدیو یه نیم ساعتی طول بکشه و خب دیگه ما اولین گیم پلی هستش که من میذارم و دیگه شما سابسکرایب کنید و حمایت کنید تا من بتونم ویدیوهای بیشتری بذارم و انرژی بگیرم. آقا خب هنوز مچ استارت نشده و بعد منتظر باشیم. خب آقا من اینجا رو اسکیپ کردم تا بازی شروع شه. من الان 2-3 سالی میشه که دارم کال آف دیوتی بازی میکنم و 350 من به خاطر همینه که من بازی کردم. کسی اسکول نیستش که بیاد اکانت 350 بدون کان لژندری رو بخره. خب بریم فان بازی کنید داداش. این بریم فان. لایک ها اگه بالای 100 تا برسه دوباره یه گیم پلی از مورتال کامبت، رزیدنت ایول، از هر بازی که شما بگین حتما براتون میذارم. آقا بریم یه لوت بزنیم. خب مثل اینکه شورچار اینجا نمیدیده. بگردیم ببین. بچه ما با بچه های دیگه با دوستام هم چند تا دوئل هم خواهیم گذاشت از چنل و حتما سابسکرایب بکنید تا من براتون ویدیو رو آپلود کنم. میخوام نمیام فشاری کنیم اما جک 12 سالش برسه. خب نوب سگ بود و بچه ها زندنش. ولی واقعا از عجایب فارم انقدر خلوته. جالب شد. خب آقا یه نمی پیدا کنیم بزنیمش. خدا رو شکر همه هم باتن. یه نفر ما هم که لفت داده و دیگه اصلا از این عالی تر نمیشه. من جایی مهم فقط براتون میذارم و جایی که با کسی درگیر نیستم براتون نمیذارم که حوصلتون سر نده. آقا مثل اینکه اینجا یه نمی هستش. اما نوع سگ بود. اینم که نبود. داشت کیلوزی نه دیگه. اینه شاد کن داره فنک بدن. بابا اینا همه شون رفتن بلک مارکت. بندان هیچی تو فارم نبود، خالی بود فارم. یه مش نوب سگ ریخته بودن اونجا.
آقا بریم ما سمت بلک مارکت اینا ببینیم کسی هست. احتمالا هنوز زوم بیاد و فرار کنن همشون. بریم یه آپگرید بزنیم. خب آقا رسیدیم آپگرید بزنیم. موتورم من اونور دیدم اتحالا برم سوار شام بریم. خب بریم موتوره رو برداریم فرار کنیم. نه کنید همه چی دراپا رو انداخت تو آب. اصلا اکتیویژن با اکتیویژنه. بریم یه چرخ بزنیم ببینیم چه خبره. داشتم شماره 1 بیه سوار شو عزیزم. اوا ماشین داشت. این مار تو زمن میندازی. آقای نیمی لعنتی وای وای هممونو نوک کردن رازیا. بابا آخه آرمون نداشتیم داداشم چجوری ببین شما یکی بیاد ما رو برداره. بابا منو برداری. بابا اومدیم یکیشونو بزنیم اصلا آرمان نداشتیم. آرمان رو که زدیم زدن ما رو. 4 نفر بودن. خب آقا ما رو هم گرفتن و اونا همه لوتامون رفتش. تارم کشیم ما رو زد و مرد. آقا ویوایف شدیم بریم. ویوایف شدیم بریم یه لوتی بزنیم تو سیرک. لوگو از شانس ما نمیتوشه. خدا ای بابا پیک نمفت. بعد ما این همه رو بریم بالا دوباره. تیره بابا من ناکجی و سولیم. وای نزدیک بود چه رو ما بگیر که منو نوزینم. یا پلچه منو بدید کجا بود؟ اله شما بریم پلچه دارم یا آرمون بزنیم دیزو. آقا مثل اینکه من یه همه رو پیاده بریم. خب بچه زوم کش نشونیم نزدیک و زوم کشیم. آقا این فول لجند رو برداریم و بریم. آقا این چی آقا یه چند تا اینا برداریم بریم وسط اینا. یه آپگرید هم بزنیم یه اسموک داریم. بریم یه آپگرید بزنیم. خب آقا بریم آپگرید رو بزنیم. کنم نمیدن بیادم.
آقا من این افجی رو بردارم. نباید میزنم. تو که بهترک. بابا شماره 1 و 4 من تنها گذاشتم. این یه نفر اینجاست. اما نه کنیم ما هم برسیم. زیپلاین یادم اون بالا بود. این زیپلاین کدومش؟ فکر کنم وای دیدی چه دمیجی دادم؟ بابا حواسم به بالا بود اصلا ندیدمش. الکی با افجی زدم. خب یارو رو نکن اسنایپ داره چیز میزنه. وای حواسم اصلا به بالا بود آقا. آقا ببینیم وینو میگیریم. نه کن آقا. آقاییم اسنایپ پلیر آقاییش. نه کن یارو رو فقط. یه نواریشو داره میبینه. داشت اینجور که شما میزنه خب نمیخوره. آفرین. بابا بنازم. داشت اون زوم کش میشه ولش. بابا مرسی. اوه نوب سعی عزیزم اصلا نباید. آقا تیممون با اینکه آشغالی بود ولی تونستیم بگیریم. ای بابا چارم مرد. وگام نتونستیم بگیریم. بابا باختیم. لعنتی. آقا یه رنگ اضافه کردن 19 تا. خب خب جونم که معلومه. کردم گرفتیم. آقا ممنون از اینکه تماشا کردید. آقا چنل ما رو سابسکرایب کنید و خدا نگهدار.